سردارم اگر مرا جنگ نکنید به فکرم من میدونم که اژدها رو در کجا. چیو میگویی؟ قسم به خود جنگ نمیکنم جوشا میگم. تمام جنگ نمیکنم. حاول. به خدا قسم بخور. لوین. تمام مدام که جنگم نمیکنی میگم 100% اژدها رو سوق پرواز بکنه. پر داره ایجا پریده برفته. همین رو گفتنی بودی یعنی؟ بله رفیق سردارم. لوین این گپ رو با قلعت فکر میکنی یا نه با دیگر جون؟ بله با دیگر جهت فکر میکنی. آدم چه خیلی پرواز میکرده است. نه سردارم از برای خدا شما برای چی مرا جنگ میکنید؟ اژدها رو سوق یک آدم خیریاتی است. یک قطار قابلیت تکنیکی دارد. شاید لباسی داشته باشد که کنوپکا رو زیر کنه بعدم با زمین پساتکا کرده بیاید. ای گم شو جانم رو نبرار. آخه گفتی جنگ نمیکنم. اکاونه لمی اژدها رو سوقنگ اژدها مولتیک شرک ای دانش علو پوف کرده میتونه؟ البته از پسش هم دود برآورده میتونه. یا توبه وای من بد کده کونه انیق میتونه. شخص شبهناک دیده شد. تکرار میکنم شخص شبهناک در محله ساحلی نمایان شد. ساحلی؟ کی با اونجا رفته است؟ پرواز کرده است چی؟ دیدید سردارم من گفتم که پرواز میکنه باور نکردید ولی خودتون با زبان خودتون گفتید که پرواز کرد. چی گفتی سوده دیوانه؟ یک دقیقه سردار یک دقیقه. باز چی گفتن میخوایی؟ اگر این اژدها سرخ هم پرواز کند هم آدم تیزدو باشد معلوم میشد که او آدم نیست اینو پلینتیانه با چوچو کلوبی 100% ماننده. اینو پلینتیان؟ بله سردارم خودتون با زبان خودتون گفتید که پرواز کرد. پرواز کردن تنها آدمان دیگر سیاره میکنن برای که تکنولوژی بقوت دارن پیشرفتن. باور کنید سردارم اژدها سو اولاد چوچان. لوین با اون کله که تو فکر میکنی با اون توف کردم. با ماشین شین به اخلاق چه در سر آدم توف میکنن. همین اونن اژدها رو صرف نکش که تستا جانی ما خلاص میشه. زود باش. در بیخ گوش من یگان پشه ویز میکند مگر یا این که موی سفیدی در روبرویم ایستاده دیوانه هست مگر. تحقیر مکن تو مرا گبزنی محل را چوب دستت را گرفته در سرت من ریزه بارا میکنم. من به تو عصبت را ویران میکنم خبرت را میکنم. گپ بسیار نزن موی سفید من آدمی گنده هستم. حواله گنده بر خدا روی آدمی گنده سیاه عاقبت در زیر خاکی خاک بال در روی خاک. در سرت با سنگ میزنم با بالای کوه میدوی باز بسیارتر عصبی شوم نت میکنم. سخن دانسته گوی تا دوست را دشمن نگردانی. چون خرید دجال من تو را سواری میکنم. سغره ساز گبزن امکانیتت را تنگ نکن موی سفید. صبری من تا جای است در سرت موش میخوری به خانه رفتن نمیتوانی. دغدغه بسیار مکن مثل سگی کوچگی. در پی پاتو نخد هرکس به خانه خود یا که خانه نداره پستتون میکنم خبرتون را میکنم برده میگرانم. زود گم شوید وگرنه شما را تو کی رو نگوریز کن اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا. چرا تا حالا هم از آن را نگفتند؟ یا خدایا یا توبه. آی ازمی جان پایان شب کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر. باز خنده این بلند شده. الله
الله اکبر الله اکبر. پدر جون التیموس پایون ایست فرو ای قربون چم. بهتریا ایست خدایا. جماعت آنها ما را بیهوده منتظر میکنند، نمیخواهند که ما روزا را بیو پوشاییم. پدر قربون چم شرمنده مون کردی. بیو عزمی جون چیکار میکنی آخه؟ بین ما را دیدم. وقت روزا کشایی فرا رسید، بیا کشاییم. چی خیل موه پدر جون هیچ چیز نیست قربون چم نکن پدر جون. مردم مسلمان را اینجا گرسنه میگذارند، ولی دیده بودم نیست این کار را میکنند ما را گرسنه میگذارند. بیو پدر جون پایون شو بیو. دفشو شین پدر بیو بیو. عزمی جون التیماس بنشین. منتظر شوید. شین خب. من برای شما گفتم، یعنی با دقت باش مولا عزمی. تو خاموش باش خاتکان گپ نزن. برو پرام عزمی، قهرمان پرام، تو قهرمانی ما هستی، زودتر پرانو رو. تو چی کار کردی حریفی باز؟ سلاحی بابایم را شکستی، سلاحی دوست داشته او بود. آخرین آدم ما را میکشد تو حالا هم سلاح گفته ایستاده زهرا. من تو را پدرم رو چرا زدی تو ها؟ این را کش مرامان، این را کش. در همین جا هم دشمنی میکنی ها؟ نیستا نکن. همین بود است اژدها. گفتم که رنگ چوچه. بچه ها را بگو که آمده ای را گرفته به مارک برده اونجا گذارند. سردارم شما به عقل نکیرم ما رو میبرن. ایران لابراتوار برده از بالا این سنجش گذراندن در کار. ای راستی این آدم دیگه سیاره از سردار. مقصد من همین است که از بالا این علما کار کنن، یگان چیزی نو اختراع میکنن. ممکن که پوستش یگان. من به تو چی گفتم ها؟ زن آمده این را گرفته به مارک برده گذارند. میگم در لابراتوار بفروشیمش، از پوست سرش تاولک بسازن. لوین من تو را به کجاها میبرم؟ آه توی آه چی گپ است؟ باور که نال ترس پرسم گم شید. تبلقچی حقیقی منم و آن محله از کی باز از آن اینها شده است. خیر جنابم بخشش میپرسم. من با پدرم صحبت میکنم، شما روید. چه خیل رویم برادر، تو این آدم را لط و کوب نکنه، ما از اینجا دور نمیشویم. شما کی را میزنید ها؟ این خیل باشد پدرت رو میزنیم برادر. روید گم شوید از اینجا. دفع شو از اینجا. Tablakçı hakiki adam. Şimdi seni kesip etlerini fakir fukaraya dağıtacağım. Sevaba gireceğiz, tamam mı? Sakın bana direnme. Sevaba direnilmez. Hadi bakalım. Allah Allah. Ya babacığım ne yapıyorsun sen ya? Ne demek ne yapıyorsun? Bugün bayram, keseceğim bunu. Kesilecek bu kurban. Allah Allah. Bayram diyorsan bayram, kesilecek işte bu. Laf edeceğine yardım et de şunu yatıralım yere. Dur. Nereye kaç? Kaçıyorsun. Kaçma, keseceğim seni. Dur, yakalayacağım. Kesmem lazım seni. Nereye?